سلام، خیلی خوش اومدین. من امروز بلینا هستم. اسمم بلینا نوشتن و خیلی دوستش دارم. اتفاقا بلا به معنای زیباییه تو ایتالیایی و الان دارم فکر می‌کنم بلینا حتی خیلی قشنگ‌تر از ملیناست و آره خلاص امروز بلینا هستم و میخوام کتابایی که تا اینجای سفر خوندم رو بهتون معرفی بکنم. پس مستقیم میریم سراغ کتاب‌ها. اینجا کتابیم که همه جا با همه کتابا میذارم توش که طبق معمول همیشه آب یا قهوه خیسشون نکنه و میتونید از لینکش رو میذارم تو دیسکریپشن. مامانم دوخته همه رو، دستوزه و شما هم میتونید داشته باشید. با این جامدادیایی که وصل کتاب میشه و خیلی دوباره به دردم میخوره چون من همیشه مینویسم تو کتابام. خودکارامو میذارم اینجا، اینجوری زیپ داره و الان خودکارم توش نیست ولی همیشه میبندم به کتاب‌ها. میتونید شما با هر رنگ بندی که خواستید سفارش بدید. اولین کتابی که خوندم تاریخچه جنبش حقوق زنان در آمریکا از نشر تیسا بود که همون روز اول موقعی که تو فرودگاه تاخیر داشتیم 3-4 ساعت اون رو قشنگ خوندمش و هنوزم تمامش نکردم. صفحه 70 خورده‌ای هم از 95 صفحه دیگه از اون موقع بعد نخوندمش متاسفانه، ولی خیلی خیلی پیشنهادش میکنم. جزو اون کتاب‌هاییه که میتونید برای شروع مطالعات زنان بخونیدش، به خاطر اینکه خیلی ریزه‌کاری داره، خیلی چیزهای کلی راجع به فمینیسم متوجه میشین، اون تلاش‌هایی که زن‌ها واسه همه چی داشتن می‌کردن متوجه میشین. به من خیلی اطلاعات زیادی داد. من خودم ترجیحم این بود که یه کتابی دارم به اسم تاریخ فمینیسم. اون خب خیلی میتونه کلی تر باشه و ترجیحم این بود که اول اونو بخونم، ولی خب واقعا خوب شد که اینم خوندم. یعنی فرق نمیکنه به نظر من. میتونی اول تاریخچه الان کل آمریکا رو میدونم، میتونم حالا برم راجع به کل تاریخ فمینیسم بدونم. من اینو 49900 تومان خریدم تو کتاب فروشی. مشخصه که چقدر مردم مطالعات زنان میخونن و فکر میکنم که چاپ سال زمستان 1401 و هنوز فکر میکنم ایشالله منتشر داره میشه و میتونید پیداش بکنید تو کتاب فروشی‌ها. یه زمان خطی داره، کاملا از همون ابتدای سرخپوست شروع میکنه تا به امروز که چه تلاشایی کردن و چقدر سال طول کشیده که بخوان هر چیزی رو به دست بیارن زنها و همه اینها. اما چیز خیلی خوبی که داره، خیلی ریزه‌کاری که میگم داره، مثلا حالا عکس‌ها رو که میذاره شما کاملا باهاشون آشنا میشید. هیچی، مثلا داستانی که داره تعریف می‌کنه که چطوری داره پیش میره، تاریخ و جریان‌های فمینیستی، میاد توی این کادرها یک سری اطلاعات اضافه میده. واسه همینم میگم خیلی ازش یاد گرفتم. مثلا این کادرها که خیلی هم زیادن تو کتاب، میاد مثلا راجع به یک نفر مهم توی اون زمان یه بیوگرافی میده و میگه که مثلا چه کارا کرده. و یعنی اصلا حوصله‌تون سر نمیره تو این کتاب. من اصلا زمین نمیتونستم بذارمش، یعنی واقعا خیلی خوش میگذره. واقعا این سبک مورد علاقه من توی کتاب‌های مطالعات زنانه. و واقعا حالا توی ویدیوهایی که بعداً میذارم راجع به مطالعات زنان میشه جدا جدا به هر صفحه، هر فصل و هر کدوم از این کتاب‌ها پرداخت. اما مثلا چیزایی که من نمیدونستم، یکیش اینه که از سال 1920 تا 1933 اگه اشتباه نکنم تو ایالات متحده آمریکا الکل ممنوع میشه، چون زنها سالها تلاش کردن واسه ممنوعیت الکل. چرا؟ چون مردها وقتی مست میشدن خیلی کارهای بدی میکردن، میمدن خونه مست و اصلا رسما دیگه شوهر نداشتن زنها و از این موضوع کلافه شده بودن، از خیانت‌ها، از مسئولیت پذیری که دیگه نداشتن مردها به خاطر الکل. بیشترین رنج و آسیب رو ازش زنها میبینن و تمام اون خانواده‌هایی که شنیدیم دیگه همیشه تو فیلم‌ها و کتابا پره که مرد خانواده که مست باشه کل خانواده به هم میریزه و آره دیگه همون دائم الخمرها و اینا. ولی این خیلی قانون خفنی بوده که زنها واسش تلاش کردن و واقعا 13 سال ممنوع بوده الکل. من باورم نمیشد وقتی اینو خوندم. یا یه جا یه مدرسه‌ای میزنن فقط مخصوص زنهای سیاه‌پوست. شگفت انگیزه که تو 100 سال از کجا به کجا رسیدیم که همین کمتر از 100 سال پیش سیاه‌پوست‌ها مدرسه جدا داشتن یا مثلا زنها مدرسه جدا داشتن. کلی تازه تلاش کردن واسه که بخوان اصلا دانشگاه و مدرسه‌ای واسه زنها تشکیل بدن. حالا اینجا میخونید شما. انقدر حسشون در میاد مردها و آدم‌ها یا نجات پرست‌ها یا هرچی، میان اون مدرسه رو آتیش میزنن و اینا مجبور میشن اون مدرسه رو ببندن. یعنی خیلی اطلاعات عجیبی توی تاریخ ما پنهان شده که ما اصلا ازش خبر نداریم و وحشت میکنه آدم که چقدر نمیدونه هنوز و هیچی نمیدونه هنوز. و کتاب بعدی که من خیلی حسم درست بود که باید تو سفر بردارم اینو، یعنی جون میداد واسه یه سفر، جون میداد واسه منی که اینجا کلی کافه‌های جدید رفتم، کلی زبان‌های جدید شنیدم، کلی تجربه‌های جدید توی مکان‌های فکری داشتم. چون اسم این کتاب نزدیک ایده درباره مکان‌ها و نامکان‌هایی که در آنها فکر می‌کنید. من به محض اینکه همچین کتابی رو دیدم تو کتاب فروشی خریدمش و میدونستم که قراره خیلی توش احساس تعلق بکنم، به خاطر اینکه اصلا موضوع مورد علاقمه. جاهایی که ما راجبش فکر میکنیم، کافه ها، پارک ها و میدونید کل شخصیت منه، کاملا کل کاراکتر منه و جستارهایی که این تو بود، هر کدوم از یه نویسنده، هر کدوم از یه گوشه دنیا، خیلی خیلی کار قشنگی داره میکنه اطراف با این جستارهاش. ولی از بین تمام اونایی که خوندم قطعا این مورد علاقمه. هر چه زودتر بخونیدش. خیلی وقتا اصلا یادتون میره که عنوان کتاب اینه. انقدر چیزهای مختلفی توش مطرح میشه، انقدر چیزهای اجتماعی و
سیاسی و مثلا همه چی توش داره. مثلا نمی‌فهمیدم کی داره جستارا تموم میشه، فوری تون تموم میشدن جستارا، انقدر که جذاب بودن و حتما باید خودکار و ماژیک و مداد دستتون باشه، هی خط بکشید. جاهایی که بودم خیلی ربط پیدا می‌کرد، یهو مثلا می‌دیدم تو اون جستاری که دارم میخونم دقیقاً داره توصیف میکنه اون جایی که الان هستم یا حسی که الان دارم. همیشه من خیلی معتقدم به این که تو کی میخونی اون کتابو و کجا میخونی اون کتابو، ولی خب بیشتر کی، چه از لحاظ سنی چه از لحاظ برهه‌ای از زندگی واسه من زیاد پیش میاد، چون مثلا اینکه حس شیشمم دستش اومده که مثلا الان تو این بره از زندگیم کدوم کتاب داره تو کتابخونم صدام میکنه. ولی یه سریاش دیگه واقعا شانسیه، یه سریاش واقعا هر مثلا چند ماه یه بار اتفاق میفته که انقدر بخواد اون کتاب اون جایی که هستی و اون زمانی که هستی رو خاص کنه و اون زمان و جایی که هستی کتاب رو خاص کنه. یعنی یه رابطه دو طرفه که به نظرم خیلی شیرینش میکنه. اما به عنوان ایرانی هایی که ما خیلی تو چند سال اخیر فرهنگ کافه نشینی، فرهنگ فضای کار، فرهنگ پارک نشینی زیاد شده، جا افتاده، مخصوصا تو نسل جدید. دقیقاً نشر اشراف میدونسته باید چی چاپ کنه، چون این دقیقاً خیلی زندگی تهرانی هاست، خیلی زندگی ماهاییه که مدام توی شهر شلوغ پر جمعیتی مثل تهران یا شهرهای دیگه یا ایران ما مدام پناه میبریم به کافه ها، پناه میبریم به جاهایی که بتونیم فکر کنیم یا بنویسیم یا بخونیم. بنابراین این خیلی پیشنهادش میکنم و چند تا نکته نوشتم که میخوام این کتابو بیشتر این ویدیو راجع به این کتاب صحبت کنم، چون خب تنها کتاب کاملیه که تو این سفر تونستم بخونم. این فاکتور کتابه که از نشر ثالث آپارتمان گرفتمش 23 خرداد 405 و شانس آوردم اینو گذاشته بودم لاش که پشتش بتونم یادداشتامو بنویسم موقع خوندن، چون داشتم میترکیدم می‌خواستم بنویسم اون قسمت‌های مختلفش رو واسهتون بخونم. فقط یه نکته رو من قبلش بگم که انتهای کتاب نویسنده ها رو معرفی کرده، هم تصویرشون رو گذاشته، هم یه توضیح کوچیکی که ملیتشون چیه یا چه کارن نوشته، که من پیشنهاد میکنم اصلا موقع خوندن کتاب نرید سراغ این صفحات و نبینید نویسنده ها رو، چک نکنید نویسنده ها رو، حتی اسمش هم نخونید که نفهمید زنه یا مرده. این پیشنهاد منه. بیاید یک بارم که شده متن ها رو بدون اینکه بدونیم آگاه باشیم از جنسیت اون نویسنده بخونیم، خیلی تجربهشو خالصانه تر میکنه. بعد از اینکه تموم شد میتونید برید نگاه کنید حالا اگر خواستید. ولی من خودم این کارو کردم، یعنی یکی دو تا اولی که خوندم چک میکردم ببینم کدوم نویسنده است، اما بعدش این کار نکردم و خیلی بهتر شد که انقدر ذهنم درگیر نباشه که الان مثلا مرده یه همچین حرفی راجع به زنها زده یا زنه یه همچین حرفی راجع به مردها زده، چون پیش میاد تو این کتاب. و به نظر من اینه که این کارو بکنید، این پیشنهاد منه. اوایل جستارها صفحه 70 که توی جستاری به اسم مسئله فقط خود قهوه نیست میاد راجع به پیدایش قهوه میگه که چی شد که اصلا کشف شد قهوه توی دنیا. خیلی واسه من جالب بود افسانه‌هاش و میخوام که براتون بخونم. کشف قهوه باید حوالی قرن نهم میلادی در اتیوپی جنوبی رخ داده باشد. میگویند آنجا بود که چوپانی متوجه شد بعضی از بزهایش شبها بیشتر جست و خیز میکنند. این شد که گشت و گیاهی را که از آن خورده بودند پیدا کرد. چوپان از صومعه محل کمک خواست و راهبی در صومعه روی این گیاه آزمایش کرد و فهمید اگر عصاره این میوه را بنوشد شبها میتواند طولانی‌تر دعا کند. این یه افسانه است. یه افسانه دیگه هم اینه که خود چوپان به فکر عصاره گیری یا اون قهوه میکنه و هیچ ربطی مثلا به کلیسا و صومعه پیدا نمیکنه. دانه‌های جوشیده قهوه را می‌جود و بعد با نفرتی آتش توفشان می‌کند. بوی معرکه بلند می‌شود و به این ترتیب قهوه کشف می‌شود. اما همه اینا افسانه‌اند و هر افسانه سوی تاریک خودش و مهمتر از همه حفره‌های خودشو داره. در جهان عرب حجم بالایی از قهوه برشته مصرف می‌شد، البته از قرن 15 به بعد. پس در اون فاصله چند صد ساله بین کشف قهوه در قرن نهم و رایج شدن نوشیدنش در قرن 15 چه رخ داد، که حالا ادامه دوستان میاد میگه که چی شد که از وقتی کشف کردیم تا تازه قرن 15 که اصلا رایج میشه بین مردم، که میشه تقریبا زمان شکسپیر مثلا همه دیگه قهوه میخوردن، تا الان که واسه یه استارباکس من میرم صف وای میستم که بخوام قهوه بخرم و هنوز قهوه یکی از گرونترین چیزهای اینجاست. یعنی واقعا اینجا با یکی دو لاری میشه از این نوشیدنی‌های توی مغازه خرید، هر نوشیدنی آیستی باشه، موهیتو باشه، هر چیزی. ولی قهوه 12 تاست. یعنی فقط ایران و تهران نیستش که قهوه گرونه، متاسفانه قهوه داره گرون و گرونتر میشه تو دنیا. امیدوارم فقط تا وقتی من میمیرم کاملا ناپیدا و تموم نشه و منقرض نشه. ولی آیا میشود قهوه را مکانی برای اندیشیدن در نظر گرفت؟ آیا قهوه اندیشیدن را تغییر داده؟ اینا خیلی سوالایین که من دقیقاً نیاز داشتم که یک کتابی وجود داشته باشه که راجعش بحث بکنه، چون که خیلی یه جوریه که آدما به همین چیز ساده قانعن واسه بیرون اومدن، واسه فکر کردن، واسه نوشتن، واسه کاراشونو کردن. الان واقعاً کافه‌های تهران خیلی حتی بیشتر از اینجا اینجوری شده که همه با لپتاپاشون اومدن کارشون بکنن، چون اونجا یه فضای فکریه واسهشون، چون فقط واسه قهوه نیومدن که واسه اینه که انگار وقتی که قهوه رو کنارت داری و توی اون فضای کافه هستی میتونی تازه به کارات برسی، کاری که من بهش معتاد شدم و تمام پولهامو دادم به کافه‌های تمام شهرهای
تمام شهرهایی که تو زندگی کردم. یه افسانه دیگه هم داره که خیلی واسه من جالب بود. بیاید یه ذره راجع به تاریخ صحبت کنیم دوباره. میگه که پیشرفت بزرگ غرب فقط نتیجه آغاز عصر جدید نبود. غرب پس از جنگ با ترک‌ها پیشرفت دیگه‌ای هم داشت که مدیون قهوه بود. چنین روایت میشه که در سال 1683 وقتی ترک‌ها پس از دومین محاصره وین پشت دروازه‌های این شهر شکست می‌خورن، هنگام عقب نشینی 500 گونی قهوه جا می‌ذارن اونجا و به این ترتیب فرقه قهوه دوستان اتریشی که از بقیه قهوه دوستان جهان به شدت متمایزن شکل گرفت. اتریشی‌ها یا به عبارت دیگه اروپایی‌ها فوراً این قهوه‌هایی که ترک‌ها جا گذاشته بودن و به نام خودشون زدن و همه مقدمات تهیه و مصرفش رو فراهم کردن. این گونه بود که سلطه جهان شرق به پایان رسید. یعنی داره میگه حتی قهوه رو هم اتیوپی، شرق آفریقا و ترک‌ها کشف کردن اول، ولی توی جنگ‌ها اینا رو جا می‌ذارن توی دروازه‌هایی که عقب نشینی کردن و غربی‌ها میزنن قهوه رو به اسم خودشون. اما خب قهوه داریم تا قهوه، چون راجع به این مطمئن هستیم که اسپرسو توی میلان کشف شده، یعنی اختراع شده، ابداع شده اینها. اسپرسو حوالی سال 1900 در میلان ابداع شده. یعنی این اسپرسویی که ما امروز می‌خونیم تازه 1000 ساله. چرا گفتم 1000 سال؟ 100 ساله که ابداع شده. و این درسته که الان ایتالیایی‌ها و میلان اسپرسو رو به نام خودشون دارن چون که خب اونا ابداع کردن. و یکی همین که به این پردازه قهوه جزو ابزار کار بالزاک بود. خیلی توی نویسنده‌ها بالزاک معروفه که خیلی قهوه خور بوده و مشهورترین معتاد به قهوه است توی ادبیات. میگن که در فنجانی از جنس چینی پاریسی مارتینیک و بوربن و موکا را با هم مخلوط می‌کرد. نوعی قهوه جوش دست بلند ترکی که در قهوه در آن ته‌نشین میشه داشته و میگن که از نظر بالزاک ریختن شیر در قهوه مسخره بود و فقط زن‌های سرایدار چنین کاری می‌کردن. به سلامتی زن‌های سرایدار. یعنی اگه بالزاک بفهمه که من چی دیدم توی استارباکس، دو تا آقا بودن، یکیشون ماچا استرابری خرید، اون یکی هم یه چیز قرمز بود، فکر کنم نوشیدنی چری بود. و قشنگ فهمیدم خودشون هم خجالت کشیدن وقتی اسمشون رو خوندن و اومدن اینا رو برداشتن. خلاصه که جای بالزاک خالی اونجا. یکم عقب‌تر صفحه 25 توی دستار کاش چرچیل درباره آشپزخانه‌ها هم حرف می‌زد. یک بحثی میشه راجع به ساختمون‌ها که باز من دوباره اینجا چون کلی ساختمون‌های رویای زندگیمو دیدم، همه ساختمون‌های اروپایی که تمام زندگیم آرزوم بود از نزدیک ببینمشون. واقعا میدونم واسه اون کسایی که if you know you know، واسه کسایی که میدونید این حال و هوا و این وایب رو، میدونید که چه معنی داره این حد از علاقه به، یعنی فقط ربطی نداره به ایران و خارج، من ساختمونی که زیبا باشه و زیبایی شناسی داشته باشه و احساس کنی خونه است، احساس کنی که یه جایی نیست که فقط 4 تا دیوار داره و 4 تا چوب و سقف و مثلا اینا، زیبایی داره. وقتی نگاش میکنی دلت میخواد بری توش، دلت میخواد باش عکس بگیری. میگه که مشهورترین جمله سخنرانی چرچیل این بود که ما ساختمان‌ها را میسازیم و ساختمان‌ها هم ما را میسازند. و من اینجا برای بار صدم تو این سفر به این جمله داستایوفسکی ارجاع میدم که توی رمان ابله تنها جمله‌ای که من از این رمان یادمه و واسم با ارزش کرد اون حجم از رمان رو خوندن، جمله زیبایی جهان را نجات میدهد بود که من واقعا احساس میکنم شعار زندگیمه. خیلی بهش پی میبرم، تمام زندگیم بهش پی میبرم. میبینم که هر جایی که داشتم خفه میشدم از سیاهی، از جایی که فکر میکردم دیگه هیچ وقت زندگی ارزشمند نمیشه، دیگه هیچ وقت نمیشه هیچی رو قشنگ دید، یک زیبایی کوچیک که میتونه هر چیزی باشه که فکرشو میکنید نجات هم داده. و حالا داستایوفسکی داره میگه زیبایی جهان رو نجات میده که خیلی میشه روش صحبت کرد که میبینیم که همینجوریه. مثلا جام جهانی امسال تصور کنید، اون زیبایی جمع شدن آدم‌ها دور هم و خنده‌ها و اون همه رقصایی که وایرال شده بود تو اینستا، اون خب زیباییه دیگه، اون جهان رو نجات میده، نه تمام اون تفرقه‌هایی که سیاست و اجتماع و اقتصاد و همه اینا بین ما میندازه. زیباییه که نجاتمون میده و این تا ابد جمله شعاری منه. و آره این جمله‌ش رو فقط می‌خواستم بخونم که میگه ما ساختمونا رو می‌سازیم و ساختمونا هم ما رو. خب واقعا همینطوره. یعنی آدم‌ها خیلی عجیبه که بخش زیادی از زندگیشون رو توی ساختمان‌ها زندگی می‌کنن و نه بیرون و نه پارک و نه مثل اجدادمون تو طبیعت. پس اون ساختمونه خیلی مهمه، پس اون اتاقی که تو توش زندگی می‌کنی خیلی مهمه، چون بخش زیادی از فکر تو، ذهن تو توی اون ساختمونه. و اینجا الان یادم افتاد که ارجاعش بدم به اون حرفی که نیچه زده که توی این جستارم دقیقاً اومده بود که نیچه میگه به هیچ کدوم از اون فکرهایی که توی خونه، توی یک فضای بسته به ذهنت میزنه اعتماد نکن. فقط فکرایی که توی آسمون خدا، توی طبیعت و توی بیرون از اون جایی که تو همیشه گیر افتادی اعتماد کن. اونا فکرای اصلی ان، اونا چیزی ان که فکرایی ان که ارزش دارن و از توشون ایده در میاد.
نه اون فکرایی که ما توی یک جا ساکن نشستیم توی خونه و میدونیم که خیلی مالی خودگری میشه آدم خیلی وقتا. واسه همینم است که تا در میای از خونه حالت خوب میشه. پیداش کردم اینجا هم میگه میشل دومونتی، جایی میگه که وقتی افکارم را مینشانم به خواب فرو میروند، اگر پاهایم ذهنم را جابجا نکنند سر جایش ثابت میمانند. واقعا مهمه پیاده روی، واقعا مهمه ورزش، واقعا مهمه بیرون اومدن از خونه، چون فقط اون موقع است که ذهن ما بیدار میشه و یه ذره به خودش میاد که آقا داری چیکار میکنی، چرا انقدر داری فکر میکنی، چرا انقدر خفه شدیم. مغز ما به اندازه کافی توی بدنمون گیر کرده، حالا فکر کنید این بدن توی یک ساختمون هم همیشه گیر بکنه. واقعا مهمه. و اینجا هم نیچه نقل میکنه که هیچ فکری را که در فضای باز و هنگام حرکت پدید نیامده باشه نباید جدی گرفت. صفحه 84 راجع به کافه ها خیلی خیلی قشنگ میگه. در ذهنم همه فضاهایی را مرور میکنم که در کودکی و نوجوانی دنبالشان میگشتم. فضاهایی باز، بی واسطه یا با واسطه، تحت سلطه هیچ کس، یعنی هیچ بزرگتری نبودن، تسلیم ایده های آداب و رسوم و عرف دیگران نبودن، به بیان دیگه فضاهای آزاد، خالی و آرامی بودن که میشد در آنها نفس کشید. نه ضرورتی برای شتاب بود، نه ضرورتی برای درخشش، نه ضرورتی برای اینکه آدم کسی جز خودش باشه. یعنی از اون وقتی که من توی 17-18 سالگی فهمیدم که بزرگترین جرم من و بزرگترین خرافی که دارم تو خانواده میکنم اینه که میگفتم دارم میرم حیاط، ولی میرفتم توی محله‌مون میگشتم و یه کافه پیدا میکردم یا توی پارک میشستم، که بیشترم همون 17-18 سالگی بود که شروع شد، یعنی که سال کنکورم بود و دیگه اند آزادی و خوشبختی من بود که یه ذره برم یواشکی یه جایی بشینم، یواشکی آزاد باشم، یواشکی تحت سلطه هیچ شتاب و هیچ به قول ایشون ضرورتی برای درخشش و ضرورتی برای اینکه کسی جز خودم باشم نباشم. یعنی واقعا خیلی خوشحالم که این جستارها نوشته شده، چون واقعا تو دنیای امروز خیلی لازمه که یه سری از این جستارا رو ما بخونیم، احساس همزادپنداری کنیم، احساس اینو بکنیم که تنها نیستیم. یعنی همیشه من چون چند وقت اخیر واقعا رمان و داستان کم خوندم و همش تو جستارها بودم، خیلی دارم معتادش میشم و خیلی بده، چون الان دیگه برادت شدم و خیلی واسم رمان خوندن سخت شده، چون معتاد این جستارهایی شدم که راجع به دنیای امروزن، راجع به اون فضایی که من دارم توش زندگی میکنم و خوندنشون خیلی همه چی رو واسم راحت میکنه. واسه همین واقعا معتاد کننده است. این کارو نکنید، یکی در میون جستار و رمان بخونید. آخرین باری که معتاد یه رمان شدم و یادم نمیاد متاسفانه، در حالی که من همیشه معروف به این بودم که دارم پشت سر هم رمان میخونم. اما خب اشکالی نداره، واقعا دوست دارم این دورهایی از زندگیم که خودم تشخیص میدم که میخوام چی بخونم. این جاها بیش و پیش از هر چیزی مکانهایی برای اندیشیدن بودن، جاهایی که شاخصه‌شون این بود مجبورت نمی‌کردن کسی غیر از خودت باشی. حتی در آن سالهای جوانی که هنوز درست نمی‌شد نامی بر این خود گذاشت، ولی کاملا دقیق می‌شد حسش کرد. وای، من اینو که خوندم دقیقاً رفتم تو همون 17 سالگیم که فکر می‌کنی خودتو پیدا کردی، به هر حال کامل اصلا خودی شکل نگرفته. تازه بعد از کنکور و دانشگاه و این چیزاست که میری تو اجتماع و خودتو شکل میدی. اما خب به هر حال اون خودی هم که اون موقع هست به شدت احساس نیاز اینو می‌کرده که بره یک جایی که مجبور نباشه کسی جز خودش باشه، که بخواد کنکور بخونه یا بخواد تو خونه این کارو کنه یا بخواد مثلا فلان جا بره صاف بیاد. اون موقع هم که هنوز گواهینامه نداشتم، ماشین مثلا نمیتونستم سوار شم، خودم هر جایی میخوام برم. برای همین خیلی من موقع خوندن این فصل یاد اون دوران بودم که همتون یا گذروندید یا دارین میگذرونید و فقط میتونم پیشنهاد دوستانه کنم که این دوره رو داشته باشید. تو دوران کنکورتون حبس نشید تو خونه، کتابو نذارید کنار، برنامه‌ریزی کنید این روزی نیم ساعت کتاب قرار نیست به کنکورتون صدمه‌ای بزنه. آزادی‌های خودتون رو یه ذره بگیرید، وقتاتون رو بدزدید از زندگی. تو دوران کنکور یا دورانی که هنوز خانواده خیلی بهتون سلطه داره نمیتونید آزادی‌های خودتون رو داشته باشین، هیچ اشکالی نداره که یه ذره واسه خودتون آزادی بخرید. اینا بعداً خیلی واسهتون خاطره میشه. ایناست که اون بیس اعتماد به نفس شما رو میسازه. اگر من به مامان بابام از همون موقع نشون نمیدادم که چقدر عاشق اینم که تنهایی کافه برم، که برخلاف مثلا دوستای دیگه‌ام که مثلا مخفیانه با کسی بیرون میرفتن، من مخفیانه با خودم تنها میرفتم بیرون. اگر اون دوران رو نمیگذروندم، اگر اون بیس رو توی 17 سالگی چه واسه خودم چه واسه پدر مادرم تعیین نمی‌کردم، الان نمیتونستم توی یک کشور غریب اجازه اینو داشته باشم که 4-5 ساعت بیرون باشم و خیالشون راحت باشه که من اوکی ام و میتونم هندلش کنم و میتونم اعتماد به نفس اینو دارم که بخوام مراقب خودم باشم یا وقتمو تنهایی بگذرونم که بهم خوش بگذره و نیازی نداشته باشم به کسی که بخواد حتما پیشم باشه یا منو ببره جایی یا مثلا با کسی برم جایی. خواهش میکنم این دورانو داشته باشید. مهم نیست الان چند سالتونه، ولی بیشترین توصیه که میتونم بکنم و این کتابو بخونید و اگر 17 سالتونه یا کمتر یا بیشتر شروع کنید این تنهایی تجربه کردن فضاهای فکری رو. خیلی دیگه عادی شده، یعنی اصلا این بهونه رو نیارید که نمیدونم خجالت میکشم و اضطراب اجتماعی یا اصلا هر کسی اون بیرونه، کسی به کار کسی کاری نداره و هیچ کس قرار نیست بفهمه که شما اولین بارتون رو تنهایی اومدید کافه یا دهمین بارتونه. این شمایید که اینو میدونید. مردم بیرون شما رو اصلا اونجوری که شما میبینید نمیبینن و لطفاً اصلا از نگاه دیگران به خودتون نگاه نکنید. کاراکتر اصلی باشید
و خودتون لطفاً هر جایی میخواید برید و اون کارهایی که دلتون میخواد بکنید، چون خیلی مهمه که ذهن از اون سن عادت بکنه، نه اینکه بخواد یهو مثلا تو 22 سالگی یا آزادی بگیرید که ندونید حالا باهاش چیکار کنید. باید کم کم به خودتون تمرین بدید و چیزی که من خیلی دوست دارم راجع به خودم اینه که به مرور یادم میاد اون جوری که بهتر میشد مدام. اول از پارک خیلی نزدیک خونمون شروع شد، بعد یه کافه دورتر، بعد یه محله دیگه، بعد خونمون رو عوض کردیم، جاهای دیگه‌ای داشتش که میتونستم برم. من با کلی دردسر اجازه گرفتم از پدرم مادرم که با دوستم برم رشت تنهایی و واقعا اینا رو همه رو مدیون خودم و اون اعتماد به نفسی که داشتم و اون علاقه‌ای که داشتم به این که بخوام مستقل باشم و اون تایممو با خودم بگذرونم. این تمنای گزنده تا امروز با من مانده. تمنای بودن در فضایی که توقعاتی که نمیتوانم یا نمیخواهم برآوردهشان کنم قبلا اشغالش نکرده باشد. جایی که در آن برای خود من فضایی هست. تا همین امروز به محض آن که در جایی قرار میگیرم که بدون هیچ حرف و حدیث یا تکلیف دیگری میتوانم در آن بنویسم یا بخوانم یا صرفا حضور داشته باشم، شعف جسمانی نابی حس میکنم. یعنی انگار اینا رو من نوشتم. جایی که در آن ضرورتی نباشد جور دیگری ببینم، جور دیگری حرف بزنم، جور دیگری بیاندیشم، جور دیگری باشم یا جور دیگری لباس بپوشم. جایی که ضرورتی نباشه حرکتی کنم، چیزی رو توضیح بدم یا چیزی را پنهان و ممیزی کنم. من میدونم من صحبت کردم باهاتون، پیام‌هایی که دادید بهمو دیدم، مثلا هر وقت که استوری میذارم چه تو تهران چه هر جا، همش بهم میگید خوش با حالت، میتونی بری بیرون فلان اینا. اینجوری که از اول اینجوری نبوده. من به عنوان یه تک فرزند سختگیرترین مام بابا رو داشتم روی این که کجا میری چیکار میکنی، ذره دیگه، قشنگ ذره بین، یعنی قشنگ رسما پدر و مادرم چشمای قشنگشون که من خیلی خیلی واسهشون احترام قائلم و خیلی ممنونم از همه مراقبت‌هایی که ازم میکنن و اهمیتی که بهم میدن. تا آخر عمرم کسی رو پیدا نمی‌کنم به اندازه مامان بابام بهم اهمیت خالصانه بدون بیریا رو بهم مثلا داشته باشه. اما خب تا یه جایی هممون قبول داریم که اذیت کننده است که انقدر زیر ذره بین باشی، چون اگه خب 2-3 تا بچه باشه پخش میشه اون توجه بینشون. پس لطفاً به من نگید که سخته. من سخت‌ترین راه اومدم تا اینجا و هنوزم سخت‌ترین راهو در پیش دارم. یعنی اون چیزهایی که من تو ذهنم دارم که می‌خوام به دست بیارم تو زندگی، اگه مامان بابام بفهمن الان همین الان منو قفل زنجیر میکنن به خونه که هیچ وقت اون اتفاقا نیفته. ولی خب مسیریه که باید طی بشه و کاریه که خودم باید بکنم، کاریه که تا الانش خودم کردم. یعنی واقعا همیشه به این فکر میکنم که فقط پر پرواز من، بال پرواز من فقط خودم بودم و هیچ کس نمیتونست این کارو واسم بکنه. چون ما نه توی فرهنگی بزرگ شدیم که پدر مادر از 18 سالگی بگن برو خونه خودت، نه توی فرهنگی بزرگ شدیم که پدر مادر بگن خب دیگه الان 18-19 ساله که میتونی امروز واسه اولین بار بری مثلا کافه تنهایی. نه، اینا رو باید خودت نشون بدی، اعتمادشون رو جلب بکنی، علایقتو نشون بدی و خودت بری سراغش. خیلی دلم خواست یه روزی راجع به این موضوع طولانی صحبت بکنم. خوشحالم که راجع بهش صحبت کردیم و امیدوارم این تصمیمو بگیرید. یعنی زندگی شماست، نوجوانی شماست، جوانی شماست، فقط شما رقمش میزنید و اولش سخته. اولش شاید فکر کنید که اوکی یه سری موانعی وجود داره، اون موانعو میگذرونید. پدر مادر با دانشگاه، با رانندگی، با شهرهای مختلف، با هر چیزی مجبورن یک جای دیگه متوجه بشن که شما بزرگ شدید و فقط دست شماست که بخواید این رو بفهمونید. اگر یه گوشه بشینید کتاب بخونید، هیچ وقت اونا هم متوجه نمیشن که بزرگ شدید و نیازهای بیشتری دارید یا کارهای بیشتری دلتون میخواد انجام بدید. اگه نشون ندید که دلتون میخواد کجاها برید و چیکارا کنید، اونا هم هیچ وقت متوجه نمیشن. و یه جستار دیگه که خیلی بهم کیف داد و میخوام راجعش صحبت کنم و میگم که خیلی مهمه که یه چیزایی بخونی که کاملا مربوط به دنیای امروز، خیلی بهت کیف میده. فصل گوز در دانشگاهه. میاد راجع به این صحبت میکنه که ما از زمان انقلاب صنعتی آموخته‌ایم که با نوعی دقت مبتنی بر برونیابی زندگی کنیم. آموختیم که نظام‌های جهان دقیقاً و باید تلاش کنیم همپای اونا پیش بریم. به مرور دقت در مابقی حوزه‌ها رو قربانی این تلاش کردیم. ما چون تو دنیای کامپیوترها و الان هوش مصنوعی که هیچ اشتباهی نمیکنه مثلا زندگی میکنیم، واسه همینم آدمایی هستن که میگن ما کمالگراییم. الان دیگه ببینید به کجا رسیدن، چون فکر میکنن باید مثل هوش مصنوعی و دنیای صنعتی سریع بی‌نقص بی‌نظیر و بی‌نقص پیش برن، در حالی که هیچ کس تو زندگیش بی‌نقص و بی‌نظیر پیش نرفته و همچین چیزی رو فقط میتوانیم از هوش مصنوعی انتظارش رو داشته باشیم. و کسی که افکارش همزمان به چند سو میره، اینو خیلی من دارم، این تناقض‌ها رو با پوست و استخوان حس میکنه. کسی که با هوش بشری افکارش رو همزمان به چند سمت و سوی ممکن هدایت کنه، نمیتونه به تعاملی موفق یا حتی بهینه با نظام‌های موجود برسه. این کاملا منم. بذارید بهتون توضیح بدم که مطمئنم همزادپنداری میکنید. مثلا من تو این سفر که اومدم، تا یه هفته اول خودم رو میدونستم چون قرار سفر طولانی باشه، تا یه هفته اول به خودم خیلی سخت نگرفتم. من کارهای زیادی رو اینجا آورده بودم انجام بدم، از ورزش و خوندن و نوشتن خودم گرفته تا یه پروژه‌ای که داشتم، امتحانی که داشتم، ولاگ‌های یوتیوبی که باید درست می‌کردم. اینجوری بودم که من قرار همه اینا رو انجام بدم. واقعا نمیدونم این کار درسته یا نه، که توی این مثلا سفری که تو داری چرا داری همچنان به خودت سخت میگیری که حتما اینجا هم باید به درد بخوری. ما واقعا نیاز داریم که توی این دنیایی که انقدر همش اینجوریم که برسیم به چیزی، ته تهش
چی میخواد باشه؟ میگه که آیا مقصد در نهایت همون مسیره؟ نه، مسیر همه چیزه. اگه به جایی برسی که دیگه از آنچه در آینه میبینی تعجب نکنی، برنده شدی، آغوش امن و برکه دلنشین خودت شدی. و مثلا میگه که آقا اصلا مسیر داستانه، اینقدر ما که داریم میدویم مثل هوش مصنوعی یا هر چیزی به یه چیزی برسیم یا کارمون رو انجام بدیم خیلی اشتباهه. و اندیشیدن برای من مسئله است مربوط به سبک زندگی. معیارم اینه که آیا خوش میگذره یا نه. خوش گذشتنی که با ظرافت طبع و زیبایی و این چیزها همراه باشه. یعنی واقعا احساس میکنم اینا رو من نوشتم. این من خیلی اهمیت میدم که بیشتر خوش بگذره، یه خاطره خوبی داشته باشم، حس خوبی داشته باشم تا اینکه بخوام کارامو واقعا انجام بدم. حالا باید ببینیم آیا واقعا من به موفقیت میرسم یا نه. تا اینجا جواب داده. اینو داشتم میگفتم که فکرت میره به هزار سو، به سمت و سوهای مختلف. من انقدر که درگیر این بودم تو این سفر که همه این کارها رو به انجام برسونم، هیچ کدومش رو تقریبا به انجام نرسوندم، به غیر از حالا یکی دو تا بلاگ. حالا میبینین آدم ذهنشه که میگه هیچ کاری انجام ندادم. خیلی‌ها رو انجام دادم، ولی به محض اینکه انجامشون میدی فراموششون میکنی و اونایی که مونده رو نگاه میکنی. و من الان که یه چند روز بیشتر از سفرم نمونده، اونایی که مونده رو نگاه میکنم و اینجوریام که آره خب تقصیر خودت، انقدر که فکر کردی که باید حتما همه رو انجام بدی، یکیشم کامل انجام ندادی. در حالی که احساس میکنم باید به خودمون آسون‌تر بگیریم. از اینی هم که من آسون میگیرم، بعد آسون‌تر بگیرم که به قول ایشون کسی که زرنگ باشه زیاد فکر نمیکنه. زیاد فکر نکن به اینکه چی رو انجام ندادی، چی انجام دادی. هر روز که پا میشیم بعد ببینیم خب اوکی امروز می‌خوایم چیکار بکنیم. و یه جایی هم میگه جهان نوعی بازی است، اما نه از اون بازی‌هایی که چندین مرحله دارن و آدم باید اونا رو یه جوری رد کنه. این بازی فقط یه مرحله داره، پیشروی به سوی زوال، که منظورش مرگه. بدن ضعیف‌تر به هوش بیشتری نیاز داره. شاید به خاطر همینه که میگن زن‌ها و سالمندان هوش بیشتری دارن. این فرضیه هم مطرحه که وقتی همه دنبال شکار ماموت بودن، زنان بارداری که کنار آتیش میشستن ریاضیات، الگویابی و هنر را اختراع کردن. من اینو یه جای دیگه هم نشنیده بودم، فکر کنم تو دانشگاه بود که زن‌ها ریاضی رو اختراع کردن به خاطر اینکه تمام مدتی که مردها میرفتن سراغ شکار ماموت و اینا، این چیزایی که توی غارها کشیدن اونا رو به احتمال 99% زن‌ها کشیدن، وقتی که مردها بیرون بودن و زن‌ها بیکار می‌شدن و نقاشی می‌کشیدن و یا هنر رو اختراع کردن. شاید اغراق میکنن، شاید هم این فرضیه خالی از حقیقت نباشه، ولی در فراغت صرف هم که نمیشود فکر کرد، آدم دیوانه میشود. یعنی تهش هم اینجوریه که ما همونی هم که هستیم میمونیم. در فراغتی که من دارم من نمیتونم فقط بشینم فکر کنم. مدیتیشن میکنم. تو این یه سالی که مدیتیشن میکنم بخش خیلی بزرگ و مهمی از زندگیم شده که واقعا نمیدونم قبلش چجوری زندگی میکردم. خلاصه این مدیتیشن، چون هر وقت که به کسی میگی فکر میکنه الان از این بودهایی هستی که در معبدها میشینه هر روز اینجوری مدیتیشن میکنه. نه، خلاصه اینه که تو دنیایی که ما فقط تو گوشیم، فقط داریم یه کاریو میکنیم، داریم درس میخونیم، داریم کتاب میخونیم، مدام داریم یه کاری میکنیم، باید یه 10 دقیقه در روز پیش خودت ساکن بمونی، سکوت کنی و چشماتو ببندی. خلاصش اینه توی دنیای امروز که خیلی الان دارن سمتش میرن، ولی خب خیلی بیشتر از اونه دیگه، خیلی فراتر از اونه. یعنی این چیزا که دیدید میاد توی یوتیوب یا اینستاگرام، از وقتی که مدیتیشن کنی زندگی تغییر میکنه، کاملا تاثیراتشو میبینی در زندگی تو، اینا هیچ کدوم دروغ نیست. همه رو من خودم دیدم که دروغ نیست. حتی میتونم بگم که دقیقاً کدوم چیز ربط داره به کدوم مدیتیشنی که انجام دادم. یه چیزیه که معتادش میشی اولا، یکی از این کارهاییه که واقعا واسش وقت میذاری، مثل کتاب خوندن، مثل درس خوندن، مثل غذا خوردن. تو نیاز داری یه تایمی از روز خب حالا وقت مدیتیشنمه. و وقتی که تاثیر بعدش رو میبینی که ذهنت چجوری آروم گرفته، مثلا اون 2-3 تا نفس عمیق رو دیدی چقدر حال آدمو عوض میکنه. وقتی عصبانی هستی حالا فکر کن یه رو بشینی، 20 دقیقه بشینی، نیم ساعت بشینی. خیلی این چیزا رو نمیشه با کلمات توصیف کرد، باید خودتون تجربه بکنید. مثلا این مونه که همش به یه نفر بگی کتاب بخون یا بنویس، دفتر خاطرات بنویس. هر چقدر بگی که اون انجامش نمیده. خودش باید یه روزی بنویسه تا ببینه چقدر تاثیر داره. خودش باید یه روزی مدیتیشن کنه که ببینه چقدر تاثیر داره. خودش باید یه روزی کتاب بخونه که ببینه چقدر عادت بهتری از اسکرول کردن اینستاگرامه و چقدر راحت تره. حتی این چیزا تجربیه، ولی خب گفتم اینجا که راجع به این داشتیم گفتش اینم بگم. و در نهایت هم با همین تمامش میکنم که ما امروزه، شاید فقط من نیستم، خیلی آمونیم که داریم چند تا کار رو با هم پیش میبریم. میگه که میان ایدئال های گوناگون که از هر یک بهره میبرم ولی نمیتوانم خودم را تمام و کمال وقت هیچ کدامشان کنم، تعیین معیار کمی دشوار میشه. باید ببینیم آیا اندیشه هامون کمک میکنن از نردبان ترقی بالا بریم و پایمان نلغزد که کار دشوار و پردردسری است، یا اگر از اول زندگی بالای نردبان متولد شده ایم آیا این اندیشه ها کمکمون میکنن از اون بالا سقوط نکنیم. خیلی حرف قشنگی داره میزنه. داره میگه که آیا باید ببینیم که اوکی مثلا فکر کنین یکی اینجاست، باید ببینه که آیا فکرهاش و اونجوری که داره زندگی میکنه و باورهاش اونو میرسونه به بالای نردبون یا نه. حالا
همونجوری که همیشه گفتیم هیچ کدوم از آدم‌ها در یک موقعیت یکسانی به دنیا نمیان و قطعاً هر کدوم نقطه شروعشون یه جاییه. ولی نقطه شروع پیدا کردن خودمون و پشنمون و اون کاری که می‌خوایم تو زندگی بکنیم که واسه همه صفر از اول. هیچ کدوممون نویسنده به دنیا نیومدیم، نقاش به دنیا نیومدیم، یک آدم پولدار به دنیا نیومدیم. هممون صفر نوزاد بودیم، قراره برسیم به اون کسی که می‌خوایم باشیم. ولی اینی که اینجا میگه که شاید خیلیامون از همون اول از بالای نردبون به دنیا اومدیم، که منظورش فکر میکنم همون طبقات اجتماعی باشه، پول باشه یا خانواده باشه، که مثلا چه میدونم خانواده‌ات ابیوزر نباشن، تو رو نزده باشن وقتی که داشتی بزرگ میشدی، یا طلاق نگرفتن، یا خیلی چیزهای متفاوتی که همه خانواده‌ها و بچه‌ها متفاوت می‌گذروننش. اگر حالا بالای نردبونی بهترین شرایطی، آیا اصلا بلدی کاری بکنی، جوری فکر کنی، جوری زندگی کنی که حالا از اون بالا سقوط نکنی؟ چون خیلی احتمالش بیشتره که وقتی از اول تو اون بالا باشی بخوای سقوط بکنی. خیلی مثال‌های قشنگی داره، خیلی جستارهای قشنگی داره، حتما بخونیدش، حتما لذت ببرید. امیدوارم که صحبتامون به دردتون خورده باشه. یه چند تا کتابم آوردم که نصفه خوندمشون تو سفر، اما خب میخوام تو این ویدیو معرفیشون کنم چون به هر حال باهاشون تو این سفر زندگی کردم و اینکه تموم نشدن دلیل بر این نمیشه که جزئی از این ویدیو نباشن. اولیش که همون افسانه‌های مردمی گردستانه که تو ویدیو قبلی کامل براتون معرفی کردم. خیلی جالبه، خیلی بامزه است. هر شب یکی دو تا افسانه‌شو میخونم و میخوابم و تنها کتابیه که از گردستان تونستم پیدا بکنم که بیارم اینجا بخونم. دومین نمایشنامه کلیسا از سلینه که تنها نمایشنامه سلینه و میگن که از شخصیت اصلی رمان سفر به انتهای شب نوشته شده و راجع به استعمار و صدماتی که استعمار میزنه و من اینو آوردم یکی به دلیل اینکه کلیسا خب خیلی زیاده توی گردستان و دومی به این دلیل که خود گردستان یه مدت طولانی یعنی مستعمره روسیه بوده و احساس کردم این کاملا حال و هواش به اینجا میخوره، ولی متاسفانه هنوز شروعش نکردم. یه 2-3 روز وقت دارم که بخوام بخونمش و فقط مقدمه‌شو خوندم که راجع به خود سلین و نمایشنامه است. بعدی چرا دو دل بودن انقدر هم بد نیست. یعنی این واقعا بهترین کتابیه که از این مجموعه بیتگل خوندم. روشم قهوه ریخته، هنوز پاک نکردم چون یادگاریه. خیلی خیلی دوستش دارم. هر سفر رو دارم خط میکشم، هر صفحه باهاش هم پنداری میکنم. تا حالا 2 بار شروع کردم، گذاشتمش کنار، دوباره شروع کردم. ولی این سری دیگه ان شاءالله تابستون امسال میخونمش تموم میشه، چون که هر سری که من سر یک دو دلی اتفاقا این کتابو شروع کردم اون دو دلی رفت شده و باید گذاشتم کنار کتابو، در حالی که این سری دیگه واقعا میشینم سرش چون خیلی کتابیه که ذهنو صاف میکنه. راجع به تمام اون دو دلیایی که داری باعث میشه به اون دو دلی‌ها یک جور دیگه ای نگاه کنی که ببین آقا اصلا اونقدر بد نیست که آدم راجع به همه چیز اینقدر دو دل باشه. و واسه کسی مثل من که بزرگترین چیزی که احساس میکنم تو زندگی مشکل دارم تناقض هامه، یعنی همون ترازوی مهماه قشنگ از رو من ساختن، یعنی کاملا مشخصه مهماهی هم انقدر درگیر تعادل و ترازو و تناقض‌ها و این سمت و اون سمت ماجرا هستم که این کتاب واقعا میتونه قاب بشه و بزنمش روی دیوار اتاقم. و کتاب بعدی هم اتاقی با یک چشم انداز. من این کتاب به خاطر اینکه خود شخصیت‌های خانم این کتاب دارن سفر میکنن و ایتالیان و دارن اروپا رو میگردن و اینا برداشتمش و یکی همین که کلا حس و حال خیلی تابستونی و خیلی خوبی داره. فیلمشو چند سال پیش دیدم و به همون دلیل اصلا میشناسمش. یعنی برداشتم کتابو که بخونم چون اصلا نمیدونستم که اون فیلم در واقع رمان بوده. من چون چند سال فاصله افتاده بین دیدن فیلمش تا خوندن کتابه، فکر می‌کنم خیلی واسم فرقی نکرده. اما شما میتونید اول کتابشو بخونید بعد فیلمشو ببینید، چون همیشه پیشنهاد من اینه. به غیر از اودیسه رو رفتم چند پیش دیدم اینجا. اینو واقعا خوشحالم که اول فیلمشو دیدم چون واقعا کیف داد. واقعا یک پیش زمینه خیلی بزرگی، یک تصاویر خیلی جالبی تو ذهنم شکل گرفت که الان حالا با یه آمادگی و ذوق کامل برم سراغ کتاب اودیسه. آره دیگه اینم از کتاب‌هایی که نصفه موندن تو این سفر ولی ممکنه تموم بشن تا چند روز آینده و به هر حال جزئی از سفر من بودن.
واقعا احساس میکنم توی باغ جین آستینم و خیلی خیلی قشنگه. پروانه ها هی لابلای این گلا میچرخن و اینا واقعا بوی استقدوس میدن. یعنی واقعا باورم نمیشه که انقدر رندوم وسط حیاط اینجا استقدوس باشه. خیلی خیلی خوشبوان. من این روز آخری گوشیم افتاد و قشنگ تجهیزات میکروفونم باهاش کاملا به فنا رفت و الان فکر می‌کنم کاملا به درد نخور شد دیگه، چون که کار نمی‌کرد. امیدوارم بتونید صدامو بشنوید. گوشی رو یه ذره آوردم جلوتر دوربینو، ولی خب نمیدونم، اصلا میدونم به اندازه میکروفون نمیتونه صدام بلند باشه، ولی سعی می‌کنم بلند حرف بزنم. کتابایی که توی سفر خریدم میخوام نشونتون بدم و معرفی کنم و هنوز یه دونه مونده تو دلم، نمیدونم میخوام بخرمش یا نه. امروز روز آخره، اگه بخوام بخرم شما رو با خودم میبرم، ولی فعلا ایناست. فعلا اینا رو نشون بدیم، حالا فکر میکنم. اولیش The Night in the Tiger Skin که از دوستاولی شاعر معروف گرجستانه و در مورد کوین تامار یا کینگ تامار، بهش میگن کینگ تامار با اینکه زنه، بهش میگن شاه به خاطر اینکه تنها زنیه که در تاریخ گرجستان فقط به عنوان یک پادشاه رسما پذیرفته شد و اصلا اینجوری نبودش که بخواد دختر شاهی باشه یا مثلا جانشین کسی باشه. رسما به عنوان پادشاه قبولش داشتن مردم و خیلی جالبه که دیروز هم که رفتیم یه جا من بسته چای بود می‌خواستم بخرم که روش عکس تامار بود، فروشنده اونجا گفت این کینگ تاماره و واسه من یه ذره هم جالبه که بهش میگن کینگ تامار، همینجوری هم که حالا مثلا اگه بگید کوین قدرتش کمتره، یعنی این خیلی جنسیت داره کلا توی دنیای امروز، ولی خب جالبه دیگه. به هر حال کتاب رو از دستفروش‌هایی که بغل خیابونا هستن گرفتم. خیلی خوشحال شدم انگلیس رو پیدا کردم چون همش گرجیاش بودن. یه سری تصویر داره و خب از همه مهمتر اینه که من بعداً فهمیدم که این اثر ادبی روستاولیه. یعنی فکر می‌کردم صرفاً یک کتاب توریستی باشه که واسه یه توریست‌ها توضیح بده زندگی نامه تامارو، اما بعداً فهمیدم که اثر ادبیه. کتاب بعدی The Diary of a Nobody از جورج ویدون گراسمیت. نه اسمش رو شنیده بودم نه نویسنده ها رو، اما از مجموعه کلاسیک‌های ولدورت و ممکنه سوغاتی دوستان باشه. هنوز راجبش تصمیم نگرفتم. حالا بستگی داره امروز می‌خوام چیکار کنم، چی بخرم و اینکه شاید هم خوندمش بعد بدم. ولی خب فعلا که واسه خودمه و اون پشتشو که خوندم خیلی کنجکاو شدم که ببینم چیه. این دایری ها رو من خیلی دوست دارم. کلا هر چیزی که یادداشت باشه، دایری باشه، سفرنامه باشه، دفتر خاطره باشه، خیلی دوستشون دارم و جذب شدم. و از هر مهمتر اینکه خیلی ارزون بود از بین تمام کتاب‌هایی که اون روز داشتم می‌دیدم تو این کتابخونه. ارزون که نبود، به پول ما هیچی ارزون نیست و این واسم جدید بود، بنابراین بعد بخونم تا بتونم معرفیش کنم. بعدی که بالاخره خریدمش My Year of Rest and Relaxation که فکر نکنم هیچ وقت ترجمه بشه. اگرم ترجمه بشه خیلی احتمالاً طولی کشه تو ایران، ولی کتاب مورد علاقه خیلیاست. حتی خیلیاتون بهم پیام دادید استوریش کردم که خیلی کتاب خوبیه و کلاً هم خیلی همیشه کنجکاو بودم که بخونمش. و از اون عجیب‌تر اینکه نویسنده‌اش آتوسا مشفق. آیا ایرانیه دوستان؟ 100% ایرانیه. من اصلا تا حالا نشده بودم و دقت نکرده بودم که نویسنده این کتاب ایرانیه، چون خب خیلی ترند شده بود دیگه. سال 2020 بود، 21 بود که بود و بالاخره میتونم بخونمش و خیلی زبان ساده‌ای داره و تا که خوندم یه 10-20 صفحه خیلی خوشم اومد و احساس می‌کنم قراره باهاش ارتباط برقرار کنم. دو تا کتاب بعدی خیلی واسم جالب بودن به خاطر اینکه واقعا جزء سیر مطالعاتی امسالمن و من واسم خیلی جالب و عجیب بودش که توی رندوم ترین کتاب فروشی‌های اینجا که 90% کتابا گرجیه، یه 10%ش فقط انگلیسیه، من اینا رو پیدا کردم. یعنی خیلی واسم جالب بود که چطور ممکنه از بین این همه نویسنده معروف، این دو تایی که حالا خیلی هم معروف نیستن، حداقل نمیدونم تو ایران، من اینجا پیداشون کردم و واقعا نمیتونستم نگیرم، چون دیدم که این یه نشونه است که من امسال که میخوام کتاب‌های این دو نفر رو بخونم، اینجا این کتابایی که ترجمه نشدن بخونم که خیلی خیلی کامل بشه این سیر مطالعاتی و خیلی خوشحالم کردیم موضوع. یکی The Ghost Stories of Edith Wharton، تمام گوست استوری های ادیت وارتون، یعنی تمام کتاب‌های گاتیک و احتمالاً مثلا ارواح ادیت وارتونه که من ازشون کتابایی که خوندم بهتون معرفی کردم، عاشقشم. خیلی خیلی سبک نوشتنشو دوست دارم، خیلی دارم کار ازش بیشتر بخونم و کلا چون اینا انگلیسی خیلی زیاد واسهشون فروش نمیره، تخفیفای خیلی خوبی گذاشته بودن. اگر هیچ کدوم از اینا تخفیف نداشت که عمرم میتونستم بخرم، چون که از اروپا میاد و به یورو حساب میکنن، یعنی کاملا خودشونم واسه خودشونم 3-4 برابر میشه پولش، ولی چون تخفیف خورده بودن خیلی خوشحال بودم که پیداش کردم و خیلی بابتش خوشحالم. و بعدی که میتونم بگم کتاب مورد علاقه‌م از تمام این سفر، با وجود قیمت کمش، قیمتش از بقیه کمتره ولی حجمش از همه بیشتره، نمیدونم چرا، و اون چیزی نیست جز اشعار تی.اچ. لارنس.
وای من میدونستم که این بشر شعر داره، میدونستم که شعر نوشته، ولی نه انقدر و نه اینکه بخوام کامپلیت پوئمزش رو پیدا بکنم اینجا و خیلی خوشحالم. یعنی وای من که انسان میخوام همه کتاباشو بخونم، بهترین اتفاق ممکن بود که بخوام اشعارش هم داشته باشم که یه ذره بخونم. مطمئنم اینو تموم نمی‌کنم، از اونایی که بعد یه ذره بخونی، یه ذره بذاری بغل تختت، هر شب یه ذره بخونی، ولی خیلی خوشحال شدم که الان در دستان من اشعار لارنس. یعنی واقعا لارنس میتونم بگم داره میاد بالای و موپاسان. یعنی اول لارنس، بعد ادیت وارتون، بعد موپاسان. شاید اول موپاسان بعد ادیت وارتون، نمیدونم، ولی خب فعلا باید بخونم همه کتاباشون رو تا بگم. ولی خب آره اینو اصلا بیشتر دوست دارم. اینم کتابایی که تا اینجا گردستان خریدم. نمیدونم واقعا تا آخرین لحظه بعید نیست از من اضافه بشه. اگر که اضافه شد میبرمتون، نشونتون میدم. اگرم نه که هیچ دیگه، همیناست. انگار که من اومدم سفر که بخوام کتاب بخرم یا برم کافه ها رو ببینم یا برم موزه ها رو ببینم یا برم فیلم ها رو تو سینما ببینم، همون کاری که تو تهران میکنم اینجا با کیفیت و لذتی 10 برابرش که واقعا نمیدونم چرا این کوچکترین لذت های چیزهای اورجینال، فیلم های بین المللی، رستوران های بین المللی، کتاب های بین المللی، همین چیزای کوچیک از ما گرفته شده.